سوم از سزلئی هست که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ترسیم کردن و خدای متعال این رو برای ما قرار داده، و فتح فلسطین و فتح بیت المقدس و بازگردانده شدن این تکه بدنه اسلام و مسلمین کاری واجب هست برای همه مسلمان ها. برای همه مسلمان ها واجب است که نهایت تلاش خودشون رو بکنن برای اینکه این مهم انجام بشه. و این نکته را فراموش نکنید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم وعده پیروزی را در فلسطین و بر یهود و برگرداندن در واقع این تکه اصلی جهان اسلام به جهان اسلام وعده را در آخر زمان هم داده و فرمود که تقاتلکم الیهود، یهود با شما می جنگد، یهود با ما خواهد جنگید و این ناگزیر هست. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این رو از ورای غیب بهش خبر دادن و به ما هم گفته. پس باید خود را آماده کنیم، امروز نه، فردا نه، هر وقت که باشد. شاید در نسل ما این اتفاق رخ نده ولی ما باید خود را آماده کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که در غزوه شرکت نکند، در راه خدا جهاد نکند و فکر جهاد را در وجود خود نداشته باشد و بمیرد، او بر مرگ جاهلیت مرده. کسی که فکر جهاد را نداشته باشه و بمیره، او بر مرگ جاهلیت مرده. ما این حرفا رو چندین بار اینجا تکرار کردیم، برادرانی مراجعه کردن و حتی آمادگی خودشون رو برای شرکت عملی و قطعی در میدان جهاد اعلام کردن. ما گفتیم ما فعلا هدفمون دو چیز هست: آمادگی فکری و حمایت اقتصادی و مالی. این که ما خانواده خود، خیش و قوم خود، فرزندان خود، همسران خود آماده بکنیم از نظر فکری برای اینکه توان جهاد رو داشته باشیم. سوال من اینه، چندین بار این سوال رو پرسیدم، اگر امروز علمای اسلام فتوای جهاد بدن، آیا زنان من و شما می توانند من و شما رو به عنوان شوهران خود به میدان جهاد بفرستند؟ آیا مادران شما می توانند شما را به میدان جهاد بفرستند فیقتلون و یقتلون؟ می کشید اونجا و کشته خواهید شد. حلوا که تقسیم نمی کنیم تو میدان جهاد که روز جهانی قدس اینجوری هم نیست که ما بریزیم تو خیابون 4 تا شعار مزخرف بدیم، بعضی از شعارها هم اتفاقا با تفکرات بعضی از مذاهب تضاد داشته باشه، بعضی گریزان بشن، بعضی هم جذب بشن، تمام شد رفت. این نیست، بلکه این قدم است که باید برداشته بشه. ابتداش همین تظاهرات و حضور در خیابان هاست و انتهای اون حضور در میدان جهاد هست. اونجا دیگه آتش و توپ و تفنگ شوخی که نمی کنن با کسی. بنابراین این قضیه رو جدی بدون اینکه شعار بدیم اینجا مطرح میکنم و اون اینه که خانواده خود را، فرزندان خود را، زنان خود را و مادران خود را از نظر فکری آماده جهاد بکنید. همون خدایی که فرمان اقامه نماز و فرمان ایتاء زکات و فرمان حج و فرمان دیگر واجبات را صادر کرده، فرمان جهاد در راه خدا را صادر کرده. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم می‌فرماید اون زمانی که جهاد را ترک کردید و تابع دم گاوها شدید، منظور اینه که دنبال گاوها گرفتید برای کشاورزی و مشغول به صناعت، به زراعت، به تجارت شدید و بر این قانع شدید، دشمنانتون چنان بر شما مسلط میشن و شما را میخورن اونطور که اکله و خورندگان غذا بر سر سفره می نشینن و هر کدام لقمه ای از اون سفره میگیرن. نشده اینجوری؟ هر کسی از هر جهت میاد یه لقمه ای در از ما میگیره. زمانی که امپراتور بزرگ اسلام حکومت عثمانی سقوط کرد و آخرین تکیهگاه و آخرین مدار اتحاد و وحدت مسلمین از هم گسیخت، اومدن استعمارگران دنیا اومدن مملکت اسلام و جهان اسلام را مثل میراث باباشون بین هم دیگه تقسیم کردن و فلسطین شد سهم انگلیس، اون استعمارگر پیر که همه فتنه های دنیا از زیر سر این هست. همه فتنه های دنیا شد سهم انگلیس، مثل ارث باباش رفت به خونه برد. این
اینطور ما ذلیل شدیم. فکر میکنید برای چی اینجوری شده؟ تعدادمون کمه؟ تعدادمون کم نیست. رهبر فقید انقلاب میگفت که اگر هر مسلمان یک سطل آب بریزه، این تعبیر خیلی زیبایه، یک سطل آب بریزه دیگه اسرائیل در کار نخواهد بود. 1,600,000,000 سطل آب بریزن مثلا. حالا چی برسه به این که حالا شما تصور بکنید اگر هر مسلمان 1 تومن ایرانی فقط حمایت بکنه از فلسطین، در هر روز 1,600,000,000 تومن کمک میشه به فلسطین. دیگه محتاج هست که اینجوری عاجز باشه؟ هر روز فقط 1 تومن، نه بیشتر. حمایت مالی و اقتصادی از مجاهدین، اونها جان خودشون رو دارن میدن، من شما مالمون نمیدین. الحمدلله در این مسجد طرحی از 1 سال قبل آغاز شده و این طرح ما امسال 1 ساله شده. سالگرد تولدش هم هفته قبل بود. طرح جمع‌آوری کمک برای مجاهدین و برای مستضعفین فلسطین با پخش کردن قلک‌ها در بین مردم. کاری عالی، بی‌نظیر. چه بسا که این کاری که شما اینجا شروع کردید روز جهانی بشه. شما از کجا میدونید؟ هلال احمری که الان مثلا یا صلیب سرخ جهانی مگه یک روز از یه نقطه شروع نشد؟ انجمن‌های بزرگی که در پاکستان و جای دیگه در جهان فعالیت میکنن مگه یک روز یه نفر شروع نکرد؟ این کارم من و شما شروع میکنیم و شروع کردیم. و چرا تا 1 سال از اون وقت تا الان که 1 سال گذشته ما این طرح رو به مساجد دیگه گسترش ندادیم؟ به خاطر این که طرح ما فعلا اینجا ریشه بزنه، بعد وگرنه تقاضاهای فراوانی بوده از مساجد دیگه، از شهرهای دیگه، از جزیره، از خمیر، از بستک، از همه جا تقاضا بوده، ولی ما هنوز نیامدیم این رو گسترشش بدیم. و این طرح کاملا در راستای سیاست حکومت ایران هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. حمایت از انتفاضی فلسطین و حمایت از مجاهدین فلسطین و حمایت از مستضعفین فلسطین عین جهاد در راه خداست، شک هم نکنید. مسئله قلک ها مطرح شد، الان وقت برگرداندنش هست. البته از 2 هفته پیش ما اومدیم و اطلاعیه زدیم دم در. برادران همه در جدال هستن، همه اونهایی که قلک فلسطین نزد اونها هست به امانت قلک رو بر بگردونن و جدید تحویل بگیرن خیلی آمیان میندازن میرن. خودتون رو از این فضل و از این ارزش بزرگ محروم نکنید. آوردید، مبلغتون در دفتر ثبت میشه، همه چیز مشخص و واضح هست و هیچ کدورتی در کار وجود نداره. هر زمانی که اونهایی که عضو این حرکت هستن بخوان توضیحاتی داده بشه براشون و متوجه قضیه بشن، میتونن بیان و بهشون گفته خواهد شد که چه کار داری میشه و چه هایی انجام شده و امیدواریم که بتوانیم این کار بزرگ رو چنان پیش ببریم که روزی شاهد جهانی شدن این طرح باشیم. قطعا همین خواهد شد. ما با قدرت تمام حتی برای شروع این کار وقتی که ما مشوره میکردیم با دوستان نشسته بودیم، گفتن کی شروع بکنیم؟ من گفتم بهترین روز را باید شروع کرد. کاری بزرگ باید در روزی بزرگ شروع بشه. در روز جهانی قدس سال گذشته روز جمعه ماه مبارک رمضان این کار شروع شده. بنابراین تاریخ تولد این طرح رو به خاطر بسپاریم. آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان سال 1427 هجری قمری. نکته بعدی ضرورت وحدت هست، ضرورت وحدت بین امت اسلامی. این رو هر کسی میفهمد. از بس شعار داده شده و عمل نشده دیگه مردم از گفتن این کلمه حالشون به هم میخوره. وحدت، در حالی که این توصیه خدا هست. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة الله إخوانا. به خاطر بیاورید ای مهاجرین و انصار، این منتی است که خدای متعال بر مهاجرین و انصار میذاره. اون زمانی که دشمن هم دیگه بودید که به لطف خدا دوست هم دیگه شدید و الفت بینتون برقرار شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد
اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مثال مؤمنین در ترحمشون، در تعاطفشون، در مرحمتشون به هم دیگه مثل یک جسمن. یک عضو اگه به درد بیاد باید همه اعضا در مقابل این یک عضو بیداری بکشن، شب بیداری بکشن و تب کنن. این قاعده هست و نباید موانع و اشکالاتی که در این بحث وارد میشه و اشتباهاتی که بعضی از انسانها و بعضی از کسانی که نمیدونن دانسته یا نادانسته این اشتباهات رو دارن مرتکب میشن شما را از ادامه راه وحدت ناامید نکنه. منظورم روشن میکنم. شاید کسی تو ذهنش بیاد که آقا چی داری میگی؟ وحدت چیه؟ این حرفا چیه دارید میزنید تبلیغات میکنید رو منبر برای این مسائل؟ مگه تو شاهد نبودی که نمیدونم فلان جا چی شد، تو فلان شبکه چی گفتن، نمیدونم فلان جا چی کار کردن؟ بله من هم شاهد بودم.